همین سوال داشتم برای دپازیت. همین دپازیت در بانک موندن فایزی که بانک میتید مثلا در روسیه کار میکنیم، پولی که کارکردگی در بانک میمونه، بانک فایزش رو هر ماه جدا میکند. همین را با مثلا یگان کسی کمبغل تیم خوب یا که پاتنت رو امپلاتیت کنیم ممکن. عموما این برای خود استفاده نبرید. اکنون پاتنت اصلا از خودتان دادنتان نکنه. اگر این خیلی گیریم، اگر налог حرام است. налог حرام. налог باید دولت از خلق налог نگیرد. اصلا ظلم است. اگر این خیلی گیریم، اگر ما این پولی پرسنت میگیرم و налоги دولت میتیم، ما این پولی میگیرم و برای پاره میلیسا ها میتیم، ما این میگیرم و برای پرکرور میتیم. این خیلی یعنی که ما باید گوییم که هر ریبا گرفتن به همین خیلی کارا صرف کنیم. نه، این خیلی فکر نادرست است. برای همین اون ریبای نمیخورید، برای خودتون استفاده نمید، برای یک آدمی بتید که پول از بهرش بروید، برای منفعت خودتون نباشد. برای مثال اگه کسی که بینیم با همه پول مثال در کارش همون انسان ده با همه تیمه اصلا اینه به یک جای این خیلی پولایی که حلال نیست به یک جای صرف کرده میشد که عمومی مسلمان ها استفاده بره. در یوتیوب هست که مثال آدمایی که با هر قشلاقا میگردن، مثال کسی که کمبغل است با او یوری میدین، خونه میخرن، یگون چیزی پرابلماشون حل میکنن، میشد که با اونها پارتویم. عموما وقتی که یا پول به یک جا رسانیدنی میشید، کوشش کنید که همین پول به خودی همه آدم تید، به واسطه موبین روها نتید. موبین روها اکثریتش فریبگر است و میخورد. از همین حساب مباشرتا به خودی کمبغل، به خودی محتاج رسانیدنی پول بهتر است، به واسطه. بله، بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که آدمی که میانه رو هست مثل عجلی صدقه کننده ثواب میگیرد. مثلا شما به من 1000 سوم دادید، تدکین به فلانی رسان، من هم 1000 سومی شما به فلانی رسانیدم، من عیناً ثواب 1000 سومی که شما صدقه کردید همون میگیرم، چون من میتونستم خیانت کنم. وقتی که من دادم برای من ثواب پرره میشد، لیکن خیلی آدمو کم هستن. بنابراین حرکت میکنید به آدمی باوریناک یا اینکه به خودی همه آدمی محتاج مباشرتاً به واسطه میرسانید.